با سلام. سیستم بتونی قاب تونلی یکی از روش‌های مورد استفاده برای اجرای ساختمان‌هایی با سیستم باربر دیوار و سقف بتونی است. نام تونلی به دلیل شکل قالب‌های فلزی همزمان دیوارها و سقف‌هاست. در سیستم تونلی دیوارها و سقف‌های بتون مسلح به طور همزمان آرماتور بندی، قالب بندی و بتون ریزی می شوند. این روش ضمن بالا بردن سرعت و کیفیت اجرا، عملکرد سازه‌ای و رفتار لرزه‌ای مجموعه سازه را به لحاظ یکپارچگی اعضا و اتصالات آنها به نحو چشمگیری بهبود می بخشد. به طور معمول در این سیستم 5 گروه قالب وجود دارد: قالب‌های شالوده، قالب‌های مجموعه دیوارهای داخلی و خارجی، قالب‌های سقف‌ها، قالب‌های راه پله‌ها، قالب‌ها یا پیش قالب‌های درها و پنجره‌های کار گذاشته شده در دیوارها. قبل از بتون ریزی در این سیستم دیوارها و سقف‌های بتون مسلح به طور همزمان آرماتور بندی، قالب بندی و بتون ریزی می شوند. با آرزوی بهترین ها برای شما.